اون آسنات آمد. بس به کدام روی داخل خانه میری؟ ای تو دخترک بیا نه خامد دیدی؟ دخترک گلم کجا بودی؟ کجا رفته بودی؟ سایکو بیچاره چی میکنم معلوم. ما فقطش نمیفهمم میگه پاره سایکو نام ما بد شد. کل کاری دختر کرد رفت گریخت پس آمد چند وقت بعد چقدر مدت شد که رفت آمد ما رو جگر خون ساخت. از اول باشیم تو کجا قوطی اسیر در جیبت میگشتن خزم اولم گاز زره گندی ولگ نه بیگز گندی ولگ نه یک در جیبت میموندی. یعنی میگمش که سختی که سرت آمد از مشکلات زندگی که سرت بود باز سیگارت هم زیاد میزنی کل چیز روزی هر قوطی را میزنی تو بخت ما رفت چی شدی؟ بیشی کجا میری؟ رفتم خانه مادرت پیشوار خود دلم نارام است. بیشی چی میکنی بانو برو خانه مادرش است اون بعد از چقدر دیر بعد آمده. اگر مو میفهمید چرا مگرفت چرا بچم توی کارا نکرد چرا به خاطر که دوستش داشت رفت فکر کرد که بچه من بر زندگی جور میکنه نفهمید که زندگیش تباه میکنه. کجا روان که دفته و تی ساعت که چند تا گپ دارم پر کنم ببین چرا؟ او پر کنم بیخی آدم بچه اون که آدم سر به خوبی بگه به زشت بگه به جنگ بگه به دوا بگه توی چه به خدا گپ بفهمی. بیبی جان خب من خود درکتان میکنم خب من مادر من گفتم چیزایی که بود اینا رو باز تو میگی باز میگی که میفهمی که جامعه تا میگم او دختر سای دست ثبتی با من یک ذره خویتا بخو یک ذره اصلاح شو یک ذره اوشت فکر طبیعی که حالی سر مادر دای دو ما چی تیر شد دیدینه حالا که یک ذره خنده در لبش بیه خوشحال است. چرا تو میگفتی از او را میکنی صدایت ما شنیدم چرا؟ بیبی جان ما چیز بد نگفتیم خواهم گفتم که این دختر چرا این کار کرد برین از خودش ورسان کنین باز با کدام مقامه داخل خانه ما ششته همه کرا باز بیره پشتش میگیری خو کار شدنی بود شد این قسمت نصیبش بود تو دیگه او تو کارا نکو اگر گفتی مادرت نکردی خیر من گفتی بیبی پیرت بکو و چند تا میگم با دلت که گفتم میکنی یا نمیکنی سعید بیبی جان خیر ده قصهش نشین ما میفهم مادرم جگر خون میشه دیگه بان که اگر 5 دقیقه خوشی داره که او هم از خاطر آسنات از بانه خب من فقط به این خاطر میگم که شما فراموش کردین اون روزا که نو آسنات رفته بود گم شده بود. حال مادر رفتم پیش خوارم پیش سلما چرا از من روی دور میتن با چه خاطر آلما چی بدی برش رسانده دختری تو توقعی گپم داری که روی دور نده بر تو روی دور بتا گپ خالمو میامدم وقتش حالی برمک نصیحت میکرد حالا من میرم پیشش روی دور میخیزم میره چه قسم نصیحت کنه چه قدر تو رو دور داشت همیشه مادر جان همیشه که هر چی گفتی چه تو ما گپ بزنم گپ ما خلاص شد با تو گپ دید اما خورد هیچ ملامت نیست بچه تو روزی که خوش نبید اینا میال فکر که من جواب میزنه که چانه چی بتم چی بگویم در کدام روی بگویم تا بال را که آمدن خب من خب گفتی اگان تو پست پشک دمی روی خود کش کرده گفتم میرم که خانه خالش است خانه خالش است دختر استاد دمی یک پا استاد که من نمیگیرم بچه کاکایم
روزی که نمیگرفتی بچم اما گله که برش همون روزی که میبردیم برش میدادیم اونمو جمعی آمد استاد میشیدی که من نمیگیرم بچه تا. چرا بزور همی کار خوارم کرد؟ بزور نکرد هر دقیقه می آمد پیش گوشت و پر میکرد گوشته، هر دقیقه گپ میزد اینمی کارم که کرد خود از همون کرد خود چرا همی کار کرد؟ آیا به بدی ما بود؟ دبدیت نبود. چرا به بدی ما روادار گوشت دخترم اما خوار دبدیت نبود، اما خوار چی کمی کاستی برای تو مانده بود. از این چیزی نمیخواستم از پدردارا کرد خوب نگاه کرده بود. از گفتی که مادر جان من را نمیخواستم چرا این خوار ما میکاره کرد بزرگ؟ خب برو که اینمی عالمی چرسی پودری را گرفتی بر اینمی را حال خداوند خوب کنه. حال خوار قار است. بر رقم باشه خوار خیر راضی میشن. ما برش میگم. چی کنیم دیگه باشیم تصمیم میگیریم در بالا. من گفتم چی کنم؟ چند پیسه از طرف خودتون میشید حالا نمیخوامی شما بیزتی کدام دارید؟ حالا شیرینی پولیش یک با توش دیگه یک نکاح کو برو پشترات پیش شیرینی پولی. ما وقت نکاح کردیم توی چی؟ ما وقت نکاح کردم خلاص شد. همین تو گپ نزن کلی تا سعی که بیاقل گپ زده میری. مقصد ما توی نکاح کردیم نکاح کردیم چی؟ کل گپ خلاص خدا قبول کنه دیگه. چیزی نمونده. تو باز ما قرآن میگه توی کردیم نکاح کردیم. ما گفتم نه خلاص خدا قبول کنه. با خدای آخر کشته دستم است. خیلی بیزاد ساخته ایمان ها. حالا چی؟ میگه بیگ مکان میگه در. ولی آره بامی بیوجدام سعی کنم میگم برام پیسه قرض کنم بینی خمیلی شبه که زاد آبرون بچه‌ش میگم ما توی کردیم. حالا بچه میگه اگر دو انگشت پوت نمیشه. حالا خود چیزی این علامت چیز دختر اون علامت است. حالا مو سیاست از بیخی بیعقل. بازی هم تو میکنه. ماشم چرا سیاست بیعقل میگه سیاست از بیعقل چرا بیعقل؟ حالا من نمیگم در مجموعه اون یک بیعقلی کرد. این لازم بود که برای دختر مردم کار خوب کرده به نظرت؟ نه کار حال تو عاشق یک بود. تو عاشق شده باشی یک نفر صدا کنه نمیبریش. نمیگیش به سلما صدا کنه میبرم شه. دوست اگه که عاشق شده باشی ها دوست داشته باشی یکی نه دیگه گپار بچیم نمیفهمم جان مادر من عاشقی گپار من نمیفهمم. عاشق شده باشی بیا برو چی برو خب بشان نلیت بشان که یادم من دوست دارم داره نداره غریب است پیسه داره تو مربوط من نمیشه. او بچن از اما چیز اوزین بیاز جوش از سر داد همون انداختم نیم گلاس چای پرتو که من شب کنم بخورم که مغز سرم نمونده. خراب کردی ما دیگه باز بچیم دیگه گفتم که دانه تشور نتی دیگه. دیگه من چرا بیاد میکنی؟ تا کلام نگو دیگه. تو کرم مغز سر مرا خوردی کرمای سر مرا تور دادی. نه بابا. سلام علیکم. مشکل آوازی اونجا بشین خب پیش برو پیشم بیبیت بشی که اگزار بیبیت رو اصلاح کنه. حال چرا بیبی ما چی کردیم؟ چی گپ سر شما تا باز؟ دیگه چی گپ شما مادر؟ دیگه چی گپ باشه؟ بابا چیم پشتم گپ اینا که گفتم باش بیبیت میفهمه کارش میفهمه بان بگوشم مادر یه چی گپ نیستن یه شیطانشو نمیگی 5 دقیقه داشتم خانه هستیم ناشی 5 دقیقه نشته وقت مالکه رکشتی مادر تو مرا شیطان جور کردی بخورم گفتم چرا بخور موضوع شیطانی نیست حالا جایی که میرسه میگه جایی که نمیگه داریان میگه کل قوم اصلا شیطان منافق شیطانی چرا میگی چرا منافق میگه شیطان دو منافق دشمن او بیبی کشتیش نه گوشتای تا برات میکنم نه ازی چی نیست گوشتای تا میکنم دیدانه میده میتونم مختمش تا بار چی بگه خانه یک نفر میره خرال ببر گفت که میدش که میگه اول گرم نمیره کل دنیا او بچی مال تو رو میگم مالک تو که من گفتی من این دیگه پا میزنم من خدا که 5 دقیقه دیگه نمیکشم کل قصه رو برام مامی خدا میکرد میفهمی اونم دیدی خدا دختر این ایلا کنه نو بیبی عالی چی کنه او دختر دو نفر از گپ خبر شدم تو چشمای تا چنگک مندازم میگم تو باشال پدر می پدرمو میگم بیا پدر بیا کل میزنه دو نفره من خلاص کردن نمیتونم میگه چرا گفتی چقدر آدم جگر خون میشد چقدر گریان میکرد تو هم طفل هستی به خدا حالا هر کار آدم فراموش میکنه دخترم بسیار سر مردم هر کار میاد دیگه فراموش میکنه دیگه اون نمیره پشتش دیگه داستان شله بگیرم یک کار نی همین کار شد سیخو همون دختر رفت شکر که پس آمد شکر که حیات آمد بانش که نمور دوست داشت که تمو رفت اون پس که تمو فردین آمد که کس دیگه خون آمده اینا لمو هم اگه پریشانی را زیاد دید من میفهم که یک مشتاق شده چقدر لاغر بود چقدر قد بلند بود چقدر پستوگک شده و از که نارام بود بیاز خمام میره میگم بیبی جان چرا این کار کرد باز میگم اما کار شدنی بود اگه مادر اگر دوست داشتی خیر مریج دیگه زبان بازی نمی کنی
دیگه گپ مادرک تا گوش میکنی کتنمو دختر چی کس نیست کتنمو گپ بزن بخیر که شیرینی بگیریم شیرینی خودی کنیم یا نکاح کنیم یک چیزی کنیم که بسم الله اکبر که ما شما هیچ چیز ندیدیم وقتی که زن کاکای تمامت جواب شما میتیم تو خود نمیتی بیبی جان شیرینی خوری کنیم مارسی کنیم دختر ببریم اسناد در خانه از امو بانیم به نام نیک زن کاکایم که ما چی جواب میدی زن کاکایم که جامعه اسناد دید امرای بچه امین فردین که عروسی کردن او چی جواب میدی گفتم او رو به ما و مادرت بان تو دیگه ایده زن کاکایت کار بیبی جان خیلی میگه به مادرت بان مادرم باز جگرخون میشه نمیشه تو گله از خوارت نکن ملامت تو هستی 100% ملامت است توی تو کار نکردی که سر خوارت بلند باشه یا سر ما بلند باشه ما رو خود زدی ده یک پیسه ساختی بچه از که کلگی ما رو زار میدادی که ما میخوردیم میمردیم تو با کتن بچه همیت میگریختی میرفتی تو با در کدام زبان گپ هم میزنی بچه تو میفهمی که شوا مثلا دیوانه واری میخستم نمیشه میخستم که خود گپ میزدم تو میفهمی که سر ما چی رسته شد خورد تو نمو سلما خورد کجایی نبود که دست از این همان که پالیده میرفتید شفاخانه به شفاخانه بازار به بازار دکان به دکان میگشت خب وقتی که می کار کرد وقتی که شیرینی من دادم امی گپم فکر کرد نکرد خود تو فکر کرد چرا با بدی من کمی کار کرد اما وقتی دستمالم که داده بود با مو روزش میگفتی خوار من نمیگیرم باز من چند بار گفتم من چند بار استاد شدم که من خوش نیستم نمیخوای من میرن چرا خوارم بازار کار کرد با خوارم گفتم خود چرا می کار کرد امی هر دقیقه آمد این میگه بازار که باید بگیری نه بگیرش که میگه نگیرش بچه اما خورد خوبی تا میخواست بدی تا نمیخواست دیده بود بچه همیتا دیده بود سیگار زدنش دیده بود دیده بود چرب زدنش دیده بود نسوار زدنش دیده بود تو رو لیاقت از امون نمیدانست که میخوارم باشه یک جای بفته با فامیل خوب بفته نه به این رقم مادر از او سیگارت نسوار میزنه بچه خودش سیگارت میزد زندگی از ور سیکو وضع اقتصاد از ور سیکو اینا میال مادر از او توقع اینمی خوردنی رو داره که برمت در خانه ما شما خوردنی مروی کنه بگی مرکت این میادن نکاح که خلاص همین کار خلاص میگه غلط کنیم سرنمی هر چی که هستم سرنمی من استاد شد ما گفت خوش دارم ما گفتم خوش دارم پیسه خو من ندارم اگه حتما میری بخی که بریم اون روز که شیرینی شد دادن ما مجبور شدیم راست بگریزم تو غیرت هم داری که دختر مردم کش کرده وارد یک خانه خراب پرتو خیر شده همین زنگ نمیزدی تو یا شما را آدم از کجا پیدا میکرد چه رقم میکردید ما عزت آبرو رو کجا مشکلات دیدیم اونجا مشکلات دیگه بود خاطر ما گپ نزن دانا تا بسته خو گپ نزن به خوبی بگو در جنگوی نمیشه در خوبی بگو بیادرت است خورده است نمیفهمم تو بیادر هستی تو کسی دفاع نکنی که از تو دفاع نکنه خیلی کی میگه دستن برای قتل نکنم دفاع کنم قتل نکنه جانم مادر نکنه حالا وقتی که دختر سرش سال شده دختر گرفتش نگاه گرفتش که دیگه چی گپ است قیامت نشده شما شوری کرده که بیادر نداشت جان شوری کرده که پدرشون نبود با خدا سر تا جدا میکرد دستانا میفهمی یا کسی بیاد این فامیل تامو کنه چی میکنی تو والله خودت نمیفهمی بخوام تو برو بخوام پیش نگو خدا کدام موبایل دیگه بزنم بخیر نکو باشه تو کارا کد موبایل تا ما مگه دیوار دست است که مثل موبایل اون دیگه موبایل تا میکرد موبایل میزنه مال مردم حال بعد کاری که گفتی تو چه گپای کلان خوب کرد که گفت تو برو کارت چپ گپ نزن بیبی جان خاک از چشمایتان زدن بابا چه کردی این یار گفت شد مرا بگوزی بود تا بدل از ویلا کرده بودم که اینطور گندگی کردن بر من کی گندگی کردن واه واه از ما شد تستو شد قبته که دارو شد سایسته سایسته هیچ غرض نکنی بازی میکنی بیبی به شرم بی حیا خود سعی کن مرد چی میگه بی تربیت بارم خراب کردی حالا من چه خراب کردم اینو میگی بیگه که رفته بچه من نکردی مقصد تو سر ازی پرتوی سر تو ما کردیم ما سر کس نمون کردیم چه دست ما کردیم باز روز که در خانه آوردم عروسته باز بگو بیبی ما که سلام علیکی ندارم بگو تو میدانی و عروس میدانه خانه ما در باید نمیکنه بخواد کنه باش کنه بیبی تو زبان باز نکنه والا برید بزن والا یا که برای دبای نزیاد جای موتو نیست اینا من کارا میکنی حال موضوع عادی خود نیست واه چه شده با میتونی خودش تو هم گری کردم باز میگه تو چی که قرار زبان بازی میکنی سلام تو نگرفتم زبان بازی نیست اومده
این کار کلاناست، کار اشتکا نیست، فهمیدی؟ یعنی کار گودی بازی نیست. خود از ولی جان طرف بیرون خب کار گودی بازی دخترک خوشک سوالای من نمیگیره. چون باش بیبی خوبت میکنم هم پیشی تلگاه نمیگم چون باش خوبت میکنم چون باش که پایت قطع میکنم. برو لندور برو نازدارم یکی در مردم خرما چیشته دیوانه کدکی بخواه نازدارم پدر بهش نسیده من گفتیم که تو نکن بیخی کم است که بیخی دیگه فرق ما بالا شم یک مزویرش خیلی فکر کرده حالا من کار اشتباه کردم لالا اصلا مام خراب است خبر ما گریه نکو دختر میگه پدرت خوبت میکنه حالا از اول که دیده بودین خدا اومد زنه که میگم اونمون رفت که تمون خوش بود رفت دیگه ما خبر نبودی بینه پس که مو پیدا آلو یک دختر در بعد میخواین کار زور خونست تو میگیری؟ نه من نمیگیرم خود خوب زور نیست نه من میگیرم نه آرزو رو میتم آله خب ما میگم نه آرزو میگیره نه تو کار زور نیست و شرایط ها خلاص شد کار زور دخترم دلک جمع باشه افتا وگکت مرا بده که من برو موضوع کنم پشتی گپا نگرد دیگه صدایت نبره اگر نفقال مقال کردی که مادرت و خدا مدرایم خوب لطت میکنم سعید بیبی جان خیره الان قدیر لطت نکردیم میای تا نکردیم میای تا با خدا میکنم میای دخترم از جگر خون نکنی خب نه نمیکنم سعید آفرین مرا یک مجبتی نال بگفت چی خب اگر دیگه ما ببین که مادر زبان بازی کردی او رو جگر خون کردی فکر کن مرا جگر خون کردی سعید بیبی جان هیچ نگو مادر تا که مرا این نصیحت کرد بود چی دخترم چی دخترشت خیر الان سر است او مشتکوریست خیر اگه اشتباه شد میگه از خدا بخشیدن از کلانا بخشیدن ما بخشیدیمش شکر کنم او هم جور آمد مادره که تام خوشحال دیدیم قراری که دان تا دیگه چوب میگیری ما مینو موضوع میگیریم با ما آدم دیگه بخاط میبردم او پر میگم برو که من خیلی وضو کنم تو برو قراری کنم هم دان چوب پیش مادرت باشی خب بچه سعید بیبی جان سعید سعی که در چی حالت ساخته؟ تو همین رقم دختر بودی؟ حالا مادر امی ما که خوش نبودم در این کار ما که خوش نداشتم میشه چرا خوارم امی کارا کرد چرا هر دقیقه تو را میگفت باید این امی رابطی با این امی نفر خورت از یخن تو نمیگیره تو را که سیلی نمیزن تو میای از یخن خوار میگیری خوار چرا ای تو کار کرد تو چرا این کار کردی تو چرا بینی ما را بریدی تو چرا گپ نمیفهمی حالا خب هر کاری کردی بلا در پستان حالا زبان تا خوب کو من خوات بارا کمشا ما راضی میکنم بیبی دست راضیش میسازه او اولاد پدرت است دل از اون نمیبرایی شوا میخیز دختر دیوانه و در جای خود میشیست من خود میدیدم چرت میدید که آسانات خوارم کجا رفت کجا نرفت آل مادر جان ما با می جگر خون هستم خو خوارم هم یک دفعه از ما پرسان میکرد می کارم میکرد یک دفعه میگفت تو راضی هستی نیستی تو خوش هستی نیستی حالا یک انسان که در زندگی خوش نباشه خیلی چه رقم زندگی کنه قدم میگه نه خیست سفرم خیست تو قد نکشیدی بلای جان بر ما شدی تو ای تو کار کردی بچه که در زندگی در ذات ما ای کار نشده بود که تو ای کار کردی تو خود ما را زدی در یک پیسه ساختی عالم خوب است خیر است عالم دان تا چون بگی که بخیر بخوبی همیشه نخوری شو نکاح شو دیگه هر چی بجای میشه عزت آبروی نمیشه میشه که من برام کار دارم امو پدرش در مذهب ازی میفهم ولی اگر چیز بگم میگمش که بانش بزنشن هر چی کنه که میل رفت دختر جگر خون کرد دست پشت نمیکنم دیگه پشت مادر ها دقت پشت کردی تربیه اولاد خراب شد دست تو شده اگر تو پشت خان نمی بودی اگر تو دفاعگر نمی بودی امروزی بچه لندورت بر ما کتیبه زبان بازی نمیکرد چی بیابش کردی اما که گفتی کتیبی بی چرا گفته گوی داری در دانشگاه تبله میزدی جوان بچه مردم از کاکلای جوان بچه میگیره زیر پای خود خواه میتر از بالایش هم میکشم میکشم اگر دیگه زبان بازی کنم تو میکنم باز بابش نگویم موبایلم دم سر شوار میکنم از خاطر تو خونه خیز برام رفت نه بعد کنه که تو زبان میکنه خب باز نمیره خود مویش تو میگرفتی به خاطر از این کار ما بچه جوانو بزنم بعد از خب راست میگم مادر الان بچه‌ام سرش فشار اومده راست میگی حالا خب باشه درد خدا به قراری بخوره بچه من خودم میفهمم کارم من خودم میفهمم جنجالم
میفهمیدین که تو مردم از نمیگرفتین چرا پیش از رفتین من به در گرفتم بر مت زن بگیرین بیبیم کرد چی کردن موقع نکردیم خب میفهمم کنه فکر از زنای قدیم است او دختر شما میرفتین شما خو مکتب خواندین دفعه ما رو خو نمیبره کجا گفتیم مرتا یک جای میبره وقت پدرم جنگ میکنه حالا مادرم هم میفهمونده مادرم که گپ ما رو گوش میکنه خوب گفتم میشی دخترش بیسور چشمای خود دور میته خب خیلی میفهمیدم واسه تو قبول کردی آخه من چه قسم قبول نمیکردم من گفتم اللهی پرسان کنین شاید کسر دوست داشته باشه بیبی میگه خودم هم تو صلاحیت دارم آره چی میکنی حالا مخ کسر نگفتیم خوش دارم من میگفتم از اول موضوع رو میگفتم بانشان یا اینم ترسن لالا مخ با بیگانه چیزی رو نگفته بودم حالا چطور کنیم ما دختر بخی بیا برو به عزت شدیم مردم چی جواب بده ما تو حال خو لالا جان چی شد گپ جواب دادن نیست ابور بیبی ما بگو اون کارش تو بازاری در چشمشان خاک زده بگو چقدر وقت رفتی در خانش یک بار ندید دختره با مقاله سر که میگه بگیرش که نگیرید اون خو گرفت مرا زد من سر صدا کنم یک قارشم او هنوز پیشونیش سر دائم نمت میکنه اون غیر ملامتشون ماستیم خود دختر مردم همیشون میگفتی کدام کس دیگر دوست داری نداری با این نواسی ما خوشت میای میگیریش نمیگیریش ترنگ دم خارج بودم زنگ امروز بیا صبح که بیک ما اینجا بر تو دختر انتخاب کنیم چطور کنیم چیکار کردیم آخر می قسم این پدر مادر مم سر بیبی می حساب کرده گناه روم نیست ما پس او دختر بر من طرفا مسکو نه لالا جان تو چی میگی تو مال مرد دادم از یای لا میکنی تا اون در مدن مقصد ما توی کردیم چی میکنه چی شنیدی گفتم باز میگی میکنه که بینی خلیلی شب بیزت شده خبر داری تو مالو بچه تو اگر توی هم کنی شنیخوری هم کنی با خدا تا قرض یعنی غرق میشی بس خلاص شده فکر توی که در گردن خودش بندازم من برای باز جمع کنه خودش پیسه مردم بده حالا بیر خلیل پیش نمیام یک آدم نمیگه امی دختر مردم کجا برده امی حالا کی خبر داره کی خبر داره بیا گوری آره پات نمیشه با خدا صبح تیت میشه با کل مردم پات میشه میگیم تو یک دیگه دوست دارم یک دختر جلو متاجت نجانیست کرنده کنه یکی تو جلو مدن آجت شنی خوری نیست دیگه یک نکاح میکنی پنشان بخلارم خلاص بنواسه موبایل نداده بودم برا زن و مردم ایگو ریختن در بیوجدان این قلبس چیزی قچاق میکرد داده بود چی داده بود قدر نقصه داد کل دنیا رو نام داد هیچ چیز نکرده بود اینا که یک چاکلیته که پیچشون مونده بود داده بود خلاص یک پاکت هم نبود اون چیز نمی جمعی چیست با شنیخوری که داری امتحان است امتحان نیست دیگه یا شنیخوری توی کنم که مردم میگن بخوره یک توی میکنیم یک نکاح میکنیم خلاص دوش میکنیم فاتیاش میگیم میره پشت رای خود امتحان مردم پت میشم دل ما تو جان توی کات از نمیشه کات از منش میکشیش که برای ولی اینجا به شما نگاهش نکنید تو را خبر کردیم با تو جیگر خیلی نیم که کار من نکنه بچه میخوای کی کار من نکنه که برا دختر دو قیامت پیش ما خنیس آخر پیش وقت روز خود کرا باز پیدا میشه دیگه کس کار تو خو سر سیاست فکر که شیش زن نکردی نمیگم من یه رقم زن بگیرم چیکار ما بیزتی بگو تو نه مسئولین بچه ما جای نمی مارم که برای خیلی ببینی پیش خود نگاهش میکنم خیلی ببینی برو بازورم نگاه کو بچه‌ت برن روز گم شو پیدا باشه سری سری کار پیدا شد بیادر کلام شدی کار پیدا بیزت کردم واسه زدم برو ما بازی رفتن خود بیادر زاده را شیری که از ننه خود خورده است اما قاش باز میکشم حالا چیزی نمیگم یک دفعه دیم قبضه ما بسته باز من خود میفهم کسی که ما چی میکنم حالا خب بانده وقت کاروز در بین خانه ناوردی اون وقت باز بگو کباب روی باش کار چرچرک خبر شد چی از خیزم او نادیده موزه را از پای نکش او کوک شدگی بیا بیا زار دقیقه کوک شدگی است که از خبر شد خلاص نه پدر از یا که بیا دیگه نه بر تو کار دیگه شروع کنه که تو کاری بخوره دیدی فقط دیگه میگه کوزار بگی او زاپر کو خلاص حالا مازون هیچ چیز مرد نمیگه دامادم علم قصر شده بار دارم که نمیگه که خوشو جان مادر جان تو چپه کردی تو راسته کردی تو چی کردی چی نکردی میگه خودت میفهمی اون کار حالا ما میفهم که تو چی نمیگه خونه کوک بیش در خونه دیگه با کاسب دادی دیگه در کاسب میذارم باش که یک سر صدای دیگه بخیزه خلاص نه هیچ برش نباید دائم اینم میگن لالا که باز مرامدی گفتی اونم میگه چرا گفتیش بان که بگه پیش از اون نگه اونم ملکه رو میگه چرا گفتیش آرام دختر با بیگانه نگفتیم اول میشوندی پرسان میگه که این بچه میگیری نمیگیری خو اگه با بیگانه میگفتم یه گپ کل گپشون صحیح بود حالا خو یا فامیل خود آدم از خوار بیادرم از بکی چرا برشون نگویم فقط که ما رفتیم به زنگ و کایمشون گفتیم حال وارد چی میکنه خالی موضوع رو چطور کنه موضوع را بان اینم تو در گردن خودشان هیچ بیزتی نیست اینم تو بگو جمعش کنین چرا کلانو گفتم میگیرم صبح خود کو بیبی که برو تو خسیش هستی یک گپ تر تیش رفت نیست بخو ناموست شده لالا خمیر ما میگفته
سبار زور برکس دیگه نامزاد چیز کنن اون خواهد گفت ناموس فلانی را گرفتیم امیار چی کدم یا کدم اون خواهد کدم دقیق لالا اون میبینی که هیچ آدم به گپ زدن نمیماند نمیشه دیگه اتو کنم مرز دیگر خون سرصدا یک این موضوعش کم بود من دیگه کار ندارم لالا اون گپ زدم دور بر زدم چی کنی آده؟ گمش خورده میخوام طاقت آدم نمیمد پوت میشه؟ ایده ندیدی؟ ای با خدا نصد تا بزنی جگه بگویم ای چکره اخو ات چوب کاری کنم ات سیم کاری کنم که بیخی شیطانی دیگه تا که زنده باشه دیگه شیطانی را دیگه بیخی گم کنه لبایش که سوزن باران نکنم نمیمانم باش که برم کار بیادر خور کدام پلان دیگه نگیرم کدام تای دیگه زنگ نزدن گمش برو که بیعقل هستن نادان هستن ای خدا توبه همی ورزنم اگر لودن نمی بود برخترم چطوری گفت چون به من نزد خب به من میگفت که من جوالش هم میدادم از من ترسید از ترس پیش من جو میکرد جان میکرد قربان جان میکرد باز ششته گپ به دخترم زده خب من کایترم میمانم خندلک ماندن ولایت نیستم تو بخی آسانات صدا کلا چرا؟ آسانات ما صدا کنم؟ چرا؟ اوجا پرش میکنن خدام چی میکنن ایده حسابشان معلوم نیست این چی رقم چی حال است خالما بر تو چی تو چرا میکاره کردی نه راستی بر چی کم نه عالمی تو چرا میکاره کردی که مرا بازار دادی بر ازمنا حالا من خود ندادم فقط لمس داده بودیم اگر نمیخواستی خود نمیدادی گفتم وقتی اگه بچه رو ببینی شاید بفهمی که از بچه هم کده خوب است شاید قبول کنی این بچه رو من خوش نداشتم خوراک مالک ما کده زمو خوش نباشم خود چرا میکاره حالا که خوش نداشتی میآمدیم هر یک جا استاد میکردی میگفتی نمیگیرم یکی دیگه شه که میای سن اوضاع خانه ما میبینه سن ما میبینه سن دخترها میبینه کمبه همینجا خلقش تنگ میشه پس میره خانه ما بخی میدان جنگ شده مادر بیخی آدم جوری جا دیوانه میشه ما فرین بیبید کمبه کیا ورده میفهمی؟ ول بیادر زاده چی؟ ول بیادر زاده گودی تو بیخی مادر چی؟ دلیلامی تو خب گودی یکا بود که تو به گفتم دیگه گل سای باراز گشتم اتبر صاحب نواسا میشم انشالله در خانه ما کجا بود؟ ساکی یک چقدر مقبول است یارو چرا بردی؟ این یکش بشته